سلام دوست، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. من دایک هستم. بچه امروز برای اولین بار توی چنلم اخبار فیفا رو داشتیم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه میبینید که الان اینجا اژدها اومده و اژدها کسانی که انیمه ناروتو رو دیدن فقط میدونن که یه چیز پرت میکنیم. وای هواپیما میتره که اگه واقعی باشه خیلی دیگه نامردیه. و اینجا از اینجا میره. یا این اژدهای چیه؟ شما تو کامنت ها بنویسید کسانی که انیمه ناروتو دیدن. خدایی خوشگله ولی کل دیده مپو میگیره. این بوگوی هم باید باشه خدایی اگه بیاد، چون میتونه مثلا دراپ بیفته روی این بیفته یا از این رد بشه. نمیدونم، خودتون میدونیم، ولی باگ زیاده. فکر کنم آپدیت بعدی دیگه باگ زیاده. خدایی بزرگه، خدایی بزرگه. آدم کجاش میکنه اینو؟ اصلا نمیدونم چی بگم. اژدهای برگه. یه اسکینک هم اینجا میاد شبیه ماره. نمیدونم چه ربطی به انیمه ناروتو داره. یه قورباغه خسته میاد توش میشینیم. بعد با هم یعنی چی؟ درسه؟ این هم یکی از قرارداداش که یکی از فیلماشه. و دوباره این چیه؟ یا اول فصل داشت؟ نه یه چیز دیگه بود. یکم انیمیشنه. یعنی یکی از ستای انیمه ناروتو فکر کنم باید باشه دیگه. ولی ستش خوشیه، ولی من با انیمه زیاد حال نمی کنم، مخصوصا دیگه تو فیفا باشه. اگه ببینید چیه از اون زرده اسمش چی بود یادم رفت. نه خود ناروتو اینو خدایی میدونم. خود ناروتو این الان میگه خود ناروتو نیست، یکی دیگه است. کفشش دوست ندارم، خود چهرهش رو دوست دارم. من که از درسا تبدیل شونده است. بعد یو اول فصل فهمیدین چی شد؟ اینجوریه که شما یه دونه تبدیل شونده میگین ولی دو تا تبدیل شونده دست گرفتین. اینا فکر کنم دنس بود به اسکواده. آره دنس بود به اسکواده. خدای دنس بود به اسکوادش همه جای گرفته، ولی این سگه گرگه چی حیوانه همه جای میگیره. چقدر بزرگه. ولی فکرم رویایی چیه؟ یه میکرد دنس شد معنیش نفهمیدم. فکرم یه قدرتی زد کشتش. و همه یکی از اسمی ماشیناشه. خدایی خوشگله. اون سگه بالا چه ربطی به انیمه ناروتو داره؟ ولی سگ‌های نگهبان یادم اومد. یه اسکین یخم هست. خدای اسکین یخش دیگه نپذیرم. یه دودی اینجا میاره خیلی بده. اینجا برای کم خوبه. ولی اینا چیه؟ این هم دست رو اسواده؟ نه یه گانه M4. گانش M4. نه خوب بود. فکرم دست فوت به اسکواده. نه دیگه اصلا دست فوت به اسکواد نیست، باید یک فیلم باشه نهایتا. چون 999 نوشته اینجا. فکرم اینو بگی دیگه پینگ 999. ولی خوشگله، خدای خوشگله. M4 داره زیاد اسکین میاد ازش. نه یکی از این ستا من میشناسم. خدای این ستا من میشناسم دیگه. نه مثلا بعد پیسی این چیزا. این ستا من دیدم. این ستا هم دیدم یه بار. تو همکار ناروتو بود. همکارمون زرده بود. نمیدونم اینو نمیشناسم. اگه میشناختم خدایی میگفتم. خوبه ولی من باسه درمان پلی نمیدم. یو اول این دسته راه رفتنیه. یعنی اینجا تو را بریم. این چی؟ بسم الله.
تمام نمیشه این یکی. اینم یه روزای معمولیه. قدرتش به درد نخوره ولی خب خوبه. ولی این دنسی نمیدونم معنیش چیه. تمام نشده نیاد. اینم کیل باکسه. شد 2 تا کیل باکس داریم پایین. همون لوت باکس، کیل باکس، هرچی. اینا هم عکس پروفایله. من این ناروتو بیشتر دوست دارم. اینو من ندیدم. شبیه مصریه. مصر انگاری. اینو من معروفه دیدم. داداش این چیه؟ این دنسه چیه؟ شما تو کامنت ها بنویسید معنیش چی بود؟ این اسکین آخه چرا عکس نداره اینجا؟ معمولیه ولی رایگان بده خیلی داداشه. تو میدرخشه میبینی؟ امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی بدرود.